اینجا که میخوام یه چیز خیلی خفن بهت نشون بدم. 3 تا بلاک اینجا میذاری، 2 بلاک میکنی میری پایین، یه دونه از این تورچای ردستونی میذاری بالاشون هم همین بلاک گذاشتی تو زمین میذاری. حالا یه 2 تا چوب میذاری، 3 بلاک میاری بالا، این طرف هم همون کارو میکنی. حالا این طرف هم یه چوب میذاریم، این طرف هم از اینطوری به همچین شکل به پایین. یه دونه از اینا هم میذاریم. دقت کنید که حتما به علوه وسط روی کنار اون باشه که اگه اشتباه دارم. حالا یه دونه اینجا، حالا یه دونه اینجا یه ردستون برمیداریم، این شکلی میذاریم ردستونا رو. حالا این دو کنار رو میانه پشت بزن که جلوی کاره میزنیم به در کاملا خفن داریم. بگه ببینم کدوماتون اینو میدونسته. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت فرمایید باشه. توی ویدیو فعلا خدا فستاب کن حتما.